سلام، ممکنه براتون پیش اومده باشه پولی به کسی قرض بدید و در پس گرفتنش دچار مشکل شده باشید یا قراردادی داشته باشید و طبق اون مقداری طلب داشته باشید و طرف مقابل پول رو پرداخت نکنه. امروز میخوام در مورد روش پس گرفتن پول از طریق قانونی با شما صحبت بکنم. مدارک مورد نیاز رو توضیح بدم، فرق چک و سفته رو براتون بگم و در انتهای ویدیو خواهم گفت که اگر حتی هیچ مدرکی ندارید با چه روشی میتونید از طریق قانونی اقدام بکنید. پس لطفاً با من همراه باشید و اگر فکر میکنید مطلب مفیدیه کانال رو سابسکرایب بکنید و برای دوستاتون ارسال بکنید. این کار کمک میکنه که بتونیم محتوای بیشتری تولید بکنیم. حالا اگر حاضر هستید بریم سراغ اصل موضوع. اگه کسی ازمون قرض خواست چه کار کنیم؟ بذارید اول یک نکته مقدماتی مهم و ناشی از تجربه شخصی رو براتون بگم. معمولا افراد در درجه اول تقاضای قرض از افراد نزدیکی مثل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر و یا دوستان نزدیک میکنن. وقتی اعتبارشون پیش این افراد خراب باشه بعد میان سراغ آشنایان دورتر. بنابراین اگه آشنای دوری از شما طلب قرض کرد اینو در نظر بگیرید که احتمال زیادی داره که این فرد آدم خوش حسابی نباشه. پس هوشیار باشید. حالا فرض میگیریم به هر دلیلی تصمیم گرفتید پول قرض بدید. چطور این کار رو انجام بدیم؟ بهترین روش اینه که به میزانی که پول قرض میدیم و در تاریخی قرار شده پول رو پس بگیریم از شخصی که بهش میخوایم پول قرض بدیم چک بگیریم. این چک حتما باید در سامانه مخصوص ثبت بشه و ما ثبت شدنش رو استعلام بگیریم تا مطمئن بشیم. البته خیلی ها میگن من چک ندارم. اگه میخواید به این آدم، به شخصی که چک نداره پول قرض بدید، راه بعدی اینی که ازش به میزان طلب سفته بگیرید. همین که زیر سفته اسم و فامیل بنویسه و امضا کنه و اثر انگشت بذاره کافیه. بقیه موارد سفته رو بعداً میتونید پر بکنید. حالا که صحبت چک و سفته شد خوب تفاوت اینها رو هم بگم. چک در دادگاه 3 تا مزیت نسبت به سفته داره. اول اینکه دادگاه خسارت دیرکرد چک رو از تاریخ سررسید که روی چک نگارش شده محاسبه میکنه. اما در مورد سفته خسارت دیرکرد از زمان طرح دعوا در دادگاه محاسبه میشه. یعنی اگه شما سفته رو یه مدت اقدام قانونی نکنی هیچ خسارتی بابت این مدت حساب نمیشه. اما چک اینطور نیست. از تاریخی که روش نوشته شده چه اقدام قانونی بکنی یا نکنی میتونی براش مطالبه دیرکرد بکنی. دوم، چک رو میشه مستقیما و بدون اینکه نیاز باشه حکمی براش صادر بشه از طریق اداره ثبت و یا دادگاه با صدور اجرایی وصول کرد و حتی در دادگاه میشه براش حکم جلب گرفت. اما سفته در حالت عادی چنین امکانی نداره. سومین تفاوت اینه که اگه خواستید چک رو به همراه خسارت دیرکرد از طریق دادگاه مطالبه کنید حتی قبل از رسیدگی و جلسه دادگاه میشه به میزان مبلغ مندرج بر روی چک دستور توقیف اموال بدهکار رو گرفت و این کار هزینه بسیار کمی داره. اما در مورد سفته برای اینکه بخواید دستور توقیف اموال پیش از رسیدگی رو بگیرید باید 15% از مبلغ سفته رو به صورت امانت به صندوق دادگستری واریز بکنید. حالا اگه شرایطی بود که به هر دلیلی امکان گرفتن سفته هم نبود اینجا باید چیکار کرد؟ بله، حداقل کاری که میشه کرد گرفتن یک رسید ساده دست‌نویسه با این متن که به این وسیله گواهی میگردد آقای اسم قرض دهنده مبلغ فلان تومان یا ریال به عنوان قرض یا قرض الحسنه به آقای اسم قرض گیرنده در تاریخ پرداخت نمود. دو طرف زیر این نوشته با دستخط خودشون اسم و فامیل بنویسن و امضا کنند و حتما اثر انگشت بذارن. دلیل این که میگم که اسم و فامیل رو با دستخط بنویسن و اثر انگشت بذارن اینه که اگه کسی خواست یعنی بدهکار خواست امضای غیر واقعی بزنه اون دستخط و اثر انگشت موضوع رو اثبات و جبران بکنه. یعنی اثبات بکنه که
شخص بدهکار این زیر رو تایید کرده. ممکنه گفته بشه همین رسید کارت به کارت یا واریز به حساب کافیه، اما از نظر حقوقی و قانونی این اصلا کافی نیست. قانون هر پرداختی رو اینطور تفسیر میکنه که پرداخت کننده بدهکار بوده و صرف رسید پرداخت از نظر قانونی دلیل طلبکاری پرداخت کننده محسوب نمیشه و این پرداخت کننده است که باید ثابت بکنه که بدهکار نبوده و پول قرض داده، که این امر کار سختیه و ممکنه اصلا پرداخت کننده نتونه این موضوع رو اثبات بکنه. اگه نه چک بگیرید و نه سفته و نه دستخط و هیچ سند کتبی دیگه هم بین شما و بدهکار نباشه، تنها دو راه دیگه برای اثبات طلب باقی میمونه. یکی اقرار طرف مقابل در دادگاه و دوم اثبات موضوع با شاهد. اقرار که نیاز به توضیح نداره، اما برای اثبات با شاهد نیاز به شهادت 2 نفر دارید. اگه تنها یک شاهد دارید میشه برای جبران نبود شاهد دوم خودتون، یعنی خود طلبکار، در دادگاه قسم بخوره. یعنی طلب و امور مالی با یک شاهد و قسم خوردن خواهان یا همون طلبکار هم میشه اثبات بشه. حالا اگه چک و سفته و دستخط و شاهد و هیچ مدرکی نداشتیم چی؟ میشه کاری کرد؟ بله، ولی دیگه بستگی به اعتقادات طرف مقابل داره. یعنی قانونی داریم که میگه کسی که هیچ مدرکی نداره میتونه از طرف مقابلش بخواد که بیاد دادگاه و قسم بخوره که بدهکار نیست. اگه قسم خورد که دادگاه پرونده رو رد میکنه و حساب کتاب دو طرف میمونه برای قیامت. اما اگه طرف مقابل یعنی بدهکار وجدانش راضی نشد که به قرآن قسم دروغ بخوره و از قسم خوردن خودداری کرد، طلبکار میتونه قسم بخوره که طلب داره و اینطوری وجود طلب در دادگاه ثابت میشه. حالا تا شما کانال رو سابسکرایب میکنید، یه ترفند هم یاد بدم به کسانی که هیچ مدرکی برای طلبشون ندارن. این روش خودم بارها استفاده کردم و خیلی خوب هم جواب میده. طلبکاری که هیچ مدرک و شاهدی نداره، قبل از اینکه بخواد با بدهکار درگیری لفظی پیدا کنه و قبل از اینکه بدهکار به اون مرحله برسه که بدهی خودش رو منکر بشه، طلبکار میتونه یک یا چند نفر آدم مورد اعتماد پیدا کنه به عنوان ریش سفید، بدهکار رو دعوت کنن که با طلبکار جلسه داشته باشن. در اون جلسه در مورد طلب طلبکار صحبت بشه و اگه بدهکار مهلت خواست، طلبکار قبول کنه به شرطی که موضوع در حضور شهود کتبی بشه. اینطوری اگرچه مهلت اضافی به بدهکار داده میشه، ولی در عوض یک مدرک کتبی هم برای طلب ایجاد میشه. حتی اگه بدهکار قبول نکنه که موضوع مکتوب بشه، باز هم ریش سفیدان حاضر در جلسه میتونن بر اساس صحبت‌های بدهکار در اون جلسه بعداً در دادگاه به نفع طلبکار شهادت بدن. خب ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که مطلب این نوبت هم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت ها در خدمتتون هستم. لطفاً برای دلگرمی و ایجاد انگیزه و تولید محتوای بیشتر در زمینه حقوقی کانال رو سابسکرایب بفرمایید و اون رو به دوستانتون معرفی بکنید. وقت بخیر، خدا نگهدار.